کسی که ریلگان رو اختراع کرده واقعا نابغه بوده. وقتی که سیم جریان برق داشته باشه طبق قانون فارادی یه میدان مغناطیسی خیلی کوچیک دورش ایجاد میشه. حالا اگر سیم به صورت حلقه باشه، میدان مغناطیسی در مرکز این حلقه ها متمرکز میشه و یه ناحیه مغناطیسی قوی به وجود میاد. حالا اگر یه شیء فلزی نزدیک این مرکزها قرار بگیره، به داخل کشیده میشه و بهش نیروی مغناطیسی اعمال میشه. حالا فرض کنید حلقه قبلی داره فلز رو به سمت مرکز خودش میکشه. در همون لحظه حلقه‌ای که فلز رو به سمت خودش کشیده جریانش قطع میشه و حلقه بعدی جریانش وصل میشه. یعنی اینطوریه که فلز رو به مرکز همدیگه دست به دست میکنن. البته هماهنگی این حلقه ها به صورت دستی خیلی کار سختیه و پایدار هم نیست. برای حل این مشکل از یه سوئیچ نوری استفاده میکنن که به نور حساسه ولی بردش محدوده. حالا اگه چند تا کویل برقدار رو پشت سر همدیگه بپیچیم و این سوئیچ‌ها رو سر راهشون قرار بدیم، به صورت مرحله به مرحله اون شیء فلزی سرعت میگیره. حالا فرض کنید که اون شیء فلزی میتونه واگن قطار باشه و سیمپیچ‌هایی هم که دورش قرار میگیرن میتونن همون ریلگان ها رو تشکیل بدن و اینطوریه که میتونه یه قطار سریع و سیر شکل بگیره. البته از نوع مغناطیسیش. رامسکی استوری داشته باش برای چیزای جالب و کنجکاو کننده.